رساله زیر عنوان محمود طرزی و اعلامیه استقلال افغانستان با حجم کم و محتوای کثیر و عمیق با تمهید کوتاه از شخصیت علمی محمود طرزی می آغازد. بخش اول کتاب اختصاص دارد بر زندگی نامه مفصل پدر ژورنالیسم افغانستان علامه محمود طرزی و اینکه محمود طرزی در نشر جریده با چه دقت و در رعایت مخاطبان خویش را قانع گردانیده و از نشر مجله در مقابل زورگویان چسان مقابله نموده، نویسنده با عبارات و جملات زیبا و تاریخی امداد جسته و با تایید گفته های خویش از سخنان نویسندگان شهیر چون علامه پوهان عبدالحی عبیبی، دکتر روان فرهادی و امثال آنها استشهاد می نماید. جناب دکتر زرین انظور به ادامه معرفی کارکردها با آثار چاپ شده و ناچاپ شده جناب محمود طرزی در 37 شماره موضوعات مهم از کتاب‌هایی را که چاپ شده و چاپ نشده می نگارند که آن کتاب‌هایی را که چاپ نشده و چند شماره و خدمت شما یاد دهانی میکنم. یک، گزینه شعرها کلام استادان ناچاپ. گزیده از شعرهای محمود طرزی چاپ نشده یا ناچاپ. سیاحتنامه در سعادت ناچاپ. نامه محمود طرزی به امان الله ناچاپ. ژولیده مجموعه شعر ناچاپ. پژمرده مجموعه شعر ناچاپ. در صفحه 24 کتاب استاد انظور شعر محمود طرزی را که در شماره 4 سال اول سراج الاخبار نشر گردیده است جا داده که چند بیت آن را به اختصار می‌خوانم. وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت، وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت، وقت اقدام است و سعی و جد و جهد، غفلت و تنپروری بگذشت و رفت. سیم آهن در سخن آمد ز برق، تلفن بشنو کری بگذشت و رفت. استاد انظور در تعریف شعر محمود طرزی چه زیبا می‌فرماید. محمود طرزی در محتوای شعر آن زمان دگرگونی اساسی را به وجود آورد. او موضوعات تازه را در شعرش جاگزین موضوعات و محتوای کهن نمود و اتکا به صحبت سخاورز طرزی زبان ساده، بی‌پیرایه و منطقی که بتواند توسط عوام قابل درک باشد به کار برد، اما در عین حال توانایی آن را داشت که با غامض‌ترین موضوعات بپردازد و آنها را از طلسم پیچیدگی بیرون آورد و برای مردم ساده سازد. بخش دوم کتاب با چاپ عکس صفحه حی علی الفلاح که فعلا در آرشیف ملی در اسناد مربوط به محمود طرزی نگهداری می شود آذین یافته است. دکتر زرین انظور درباره حی علی الفلاح چنین نگاشته است: حی علی الفلاح از نوشته‌های ارزشمند محمود طرزی در یک مرحله بسیار حساس تاریخ معاصر افغانستان است و هاکذا در صفحه 32 رساله محمود طرزی و استقلال افغانستان نگاشته شده است. مسلم آن که سراج الاخبار افغانیه و شخص محمود طرزی و صورت مداوم تلاش کرد تا افغانستان را به عنوان یک کشور آزاد مطرح کند.